مطابق نقشه اجنسی دولتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت در شهر حصار یارمارکای جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد در سمت ساحه معارف گذرانده شد. در یارمارکای مذکور نزدیک به 100 مؤسسه‌های تحصیلی میانه عمومی و اساسی شهر حصار اشتراک نموده زیاده از 300 جایهای کاری خالی را پیشنهاد کردند. تا امروز از طرف ریاست اجنسی دولتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت در شهر حصار طریق گذراندن چنین یارمارکای جایهای خالی صدها نفر شهروندان بیکار به کار تامین گردیده و چندین نفر برای کسب آموزی راه داده شد. نقشه کاری ریاست اجنسی مهنت و شغل اهالی شهر حصار امروز یارمارکای جایهای کار خالی و وظیفه‌های آزاد در ساحه معارف شهر حصار برگزار گردیده ایستاده است و پیش از همه در این یارمارکه 87 مؤسسه تحصیلات میانه با 463 جایهای کاری خالی خود را به ریاست پیشنهاد کردند و امروز در این یارمارکه 32 تا نفر شهروندان بیکاری که معلومات عالی داشتند و جایهای کاری یعنی جایهای کاری خود را پیدا نمودند در ساحه معارف یعنی آموزگار شدند و این یکی از پیش از همه امروز مقصد اساسی از آن عبارت است که ما با چنین یارمارکه‌های برای آن تشکیل میکنیم که به واسطه سطح بیکاری یعنی در شهر حصار عموما کم کرده شود و چیز دیگر همین است که به واسطه در سرپرستی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حصار هر ماه چنین یارمارکه‌ها هر ماه گذرانده می شود. برای ریاست اجنسی دولتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت در شهر حصار قریب 200 نفر شهروندان بیکار مراجعت کردند. از این 105 نفر در ساحه‌های گوناگون با کار تامین کرده شده. در اساس شرطنامه طرفین با مرکز تعلیمی و 200 نفر به کسب آموزی کورس‌های کوتاه مدت راه داده شده است. من رحمت‌زاده دیلارام هستم. امروز در یارمارکای کارهای جای خالی آمده جای کاری خالی سزاوار را برای خود پیدا کردم. مینداری خود را برای ریاست اجنسی مهنت شغل اهالی میرسونم که چون یارمارک‌ها را زیاد گرداند. قابل ذکر است که ریاست اجنسی دولتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت در شهر حصار از روی نقشه در هر 3 ماه چنین یارمارکه‌ها را تشکیل می‌نماید.